بسم الله الرحمن الرحیم. گران خویندورونو، ټول وطندارانو، چند وقت پیش زلزله مدهش افغانستان را تکان داد. دکتر صاحب عبدالله فوراً کمیته اصلاح را دایر کرد و ترتیبات کمک های اولیه را فراهم کرد و بر مکتب وظایف اساسی را که بررسی مقدار خطرات و صدمات بود اجرات کرد. به اساس از اینا ما به این نتیجه رسیدیم که 7100 خانه کاملا تخریب شده و ضرورت عزیز که اقدامات عاجل برای احیای زندگی هموطنان ما صورت بگیره. ما جناب دیوید کامرون در انگلستان صدر اعظم ته یو خاص مکتوب لیکه ځکه چې هغوی ما ته تلیفون کړی و او تلیفون کې اول وغږېدو او په هغې کې موږ غوښتنه وکړله چې موږ وطنوالو سره دې برخې کې مرسته وکړي. جای بسیار خوشحالی است که جناب کامرون یک بودجه خاصه برای کمک به زلزله به متاثرین از زلزله اختصاص دادن. امروز ما به نتیجه رسیدیم که برای تمام از این 7100 خانواده که خانه‌شون به صورت کامل تخریب شده بین 60,000 و 100,000 افغانی اختصاص بدیم. طریق استعمال از رای شوراهای همبستگی ملی میشه. تیم‌های کاری وزارت محترم انکشاف دهات تحت مواظبت وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث بررسی دقیق انجام میدن تا بتونن کمک شوند و همه به جناب دکتر صاحب عبدالله گزارش میدن که کارها به چه رقم انجام شده. من میخوایم از جناب سفیر انگلستان خانم پیرس و از رئیس دفت اداره کمک های بین‌المللی انگلستان ابراز امتنان کنم که در این بخش برای ما کمک کردن. کمک های از اینا اضافه ترم هست و او در مرحله دوم انشاءالله تعالی به تمام هموطنان ما صورت خواهد گرفت. تلتیوی افغانستان پاینده باد افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود تشکر میکنم از کشور بریتانیا کبیر به خاطر کمکی که به موقع کردن و به تقاضای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به موقع جواب دادن. همانطور که تعهد حکومت وحدت ملی دولت افغانستان است که خدمت به هموطنان و رسیدگی به مشکلات هموطنان را ما در صدر اولویت های خود قرار دادیم. از روزی که حادثه صورت گرفته تا امروز آنچه در توان دولت افغانستان بوده و کمک هایی که از طرف مؤسسات بین المللی شد، کمک های اولیه و مرحله اول و دوم کمک ها به هموطنان ما رسیده در سرتاسر مناطق زلزله زده و آسیب دیده. در این مرحله یک کمک اساسی است که انشالله برای کسایی که خانه هایشان تخریب شده صورت میگیره و در مراحل بعدی هم برنامه های دولت برای انکشاف و مناطق و توسعه و مناطق داره. یک بار دیگر تشکر میکنیم از همکاری های کشور بریتانیا کبیر در این رابطه. Mr. Chief Executive, thank you. دکتر صاحب Thank you, Minister. Thank you.